کنی زیر وقت داری آرامش اینایی میخواد مثلا توی سوشال میدیا نباشه. از اینکه یک بعد از ظهر تازه پا شدیم یه چیزی بخوریم. کباب و تورش. قرار آخر هفته‌مونو که فردام تولد منه توی ویلایی که 2 ساعتی سیاتل بود بگذرونیم. حالا بریم داخلش رو بهتون نشون بدم، خیلی خوشگله. بریم شروع بهتون نشون بدم. تور خونه وارد میشیم. اینجا لاندری داریم، گاراژ، یه آشپزخونه بامزه داره. ما 3-4 تا ماشینیم که من و ساجی اولین ماشین بودیم و رسیدیم فیلمامونو بگیریم. خیلی خوشگله. ببین بله. چند نفر 9 نفر؟ آره. کوشی سلام. کفشتان کندی دیگه. من طبقه پایین نمیخوام بخوابم عزیزم. پایین؟ نه نخواهیم پایین، بالا بخوابیم. برای هر کی اول میره 2 تا خوبا رو میگیره. چون همش موکته گیر میشه. کفشامونو میکنیم. خیلی خوشگله. بریم بالا رو ببینیم. خوبه ها وقتی که پرواز میکنه زودتر از همه میرسین اتاق خوبه مال شما میشه. اتاق سمت چپ هنو نرسیدم، هنوز دستشویی اولم. چرا بشکن لباسم هم همچنان تم ایرانی عیدو داشته باشیم. وای چه خوشگله. خب این اتاق که نمیدونم شاید ما با اینجا بخوابیم چون که چند تا کاپل داریم. بعد 3 نفرمونیم که کاپل نیستیم. وای چقدر قشنگه اینجا، از همه رنگ اینجا. چه دستشویی گله گنده ای. دوباره بنده. واو اتاق بچه هم داره. مال ما نینی نداریم ولی برای بچه تخت گذاشتن. من بیام اینجا دیگه تولدم برم تو وان یه وانی بگیرم. و اینجا رو بزنین اینجایی نشون بدم، خیلی خوشگله. این درم از این ور یه دره به اون ور که وان بود راه داره. کار اگه کسی خواست بکنه یه اتاق دیگه، کمد و این چیز داره، بالکن داره. چقدر خوشگله. خونه یه قسمت دیگه هم داشت. 2 تا هم کلید داره. اینو برای چی برداشتین فکر می‌کنید؟ نمیدونم. 3 تا کلید داره. خب باز کن دیگه. بیرونش خیلی قشنگه. اونجا دریاه. واو سچا واو.
چقدر باحاله. آها اینجا میگه از تو پدیو ما اومدیم به یک اتاق دیگه. یه اتاق دیگه. من می‌ریم یه جا دیگه. این خونه ادامه داره مسکه. یه درم اینجاست. ما رو ندزدن. این دستشوییه. بریم کجای خونه و کی سلام. سر و صدا ایجاد کنیم. ادامه داره خونه. چه بامزه. واو دوباره برگشتیم به گاراژ. سلام ما از این بر اومدیم. خیلی بامزه شد. تیپ هم گفتم بهتون نشون بدم کامل. خیلی اینجا خوشگله. من عاشق شومینه های بزرگم. بریم که 33 سالش. خیلی جالبه. من قدیما خیلی تولدم برام مهم بود. توقع داشتم آدما مثلا منو سورپرایز کنن، یکی یه کاری برام بکنه و اینا. بعد امسال نه سورپرایز نه مهمونی بزرگیه، هیچ اتفاق خیلی عجیب غریبی نمیفته، ولی من بی نهایت قدردونم چون آدمایی که باهاشون اومدم سفر خیلی آدمایی که دوستشون دارم و به یه پیس عجیب غریبی رسیدم توی 33 سالگی که هیچ وقت انقدر در این پیسه نبودم. شنیده بودم که در دهه 30 خیلی پر از پیس و آرامش و اینایی میخواد مثلا توی سوشال میدیا نباشه. بخواستم بگی کیه داری میگی؟ آره ایشونی که سیاه پوش بودن یکی از کسایی هستن که من خیلی برشون قدردونم. خلاصه بیهایند سینن دوستای من خیلی هاشون بیهایند سینن نمیخوان توی سوشال میدیا باشه. تو بدرخشی جون. ولی آره اگه دهه 20 زندگیتون هستین و خیلی استرس دارین که وای به چیزایی که میخواستین نرسیدین و تا 30 سالگی باید به همه چی برسین و اینا، اصلا اینجوری نیست، لزوما نمیرسین و اگه نرسیدین اوکیه و بدونید و آگاه باشید که در دهه 4 یا 30 زندگیتون همینجوری آرامشتون با خودتون با هر آنچه که هستید و نیستید، هر آنچه که دارید و ندارید هی بیشتر و بیشتر میشه. چقدر بچه های نازی هستیم. ای دیدنی. عمو چرا این ور نمیان؟ به این سمتی. هورا! تموم شده آردی. خیلی خفنه خورشید خانوم.
خب ما دیشب دیگه ترکیدیم ساعت 4-5 صبح، تازه رفتیم توی جکوزی، بعدم دیگه بیهوش شدیم، من خستگی دیگه پاشدم یه آرایشی کردم برم پایین دیگه با بچه ها، ساعت نزدیکی 1 بعد از ظهر تازه پا شدیم یه چیزی بخوریم دیگه. الان دومه، تولد من سومه، ولی چون دیگه اوایل عید و اینا دیگه از دیروز تولد بازی اینا شروع شده. عیدتون مبارک. ساعت 2:30 ما میخوایم صبحانه بخوریم، ولی از لحاظ صبحانه املت خرمایی، یه مش گوشنه. داره برام کیک درست میکنه. پسر خاله دست در نکنه کیک درست میکنه. اگه خوب در اومد بعدا زحمتشو که داری میکشی. خیلی خوش رنگ شده. همه جام داریم میریزیم. نیست دیگه بابا، کار دیگه که نداریم جز اینکه تمیز کنیم و بپاشیم. موز میدم. خیلی جدیه. عصبانیه.
تجهیزات میگیریم باید رشته بیاریم. رشته گذاشته به جای چوب خلال. چه کردی ها بازم بیا خوبه خوشبوه کباب ترش در حال آماده سازی با جوجه زعفرونی. ولی اول جزیه شروع نکنم. اول جزیه شروع ما چون کلن اومدیم اینجا غذا بخوریم آش فوتوشوتینگ حالا خودشون بود. سلام خاله. خیلی شما بامزه ای. مرسی خاله. بچه میمونه دیگه خوشش اومد از اینجا. چون خیلی زیر وقت داریم بچه
اینم رقص شب چاقوه. من یه کوچولو یه کوچه بس که فقط یه یخ کرده میخوام بودوی آخر رو حالا چایی رو کافی ریختی مرسی. یه کوچولو اون تلقیه چیزو میشه میلاد قطره با دور تند متولد شدم. بودیم بریم ونکوور، صبحونه خوشمزه بخوریم، بعدم شب بریم کنسرت. خداحافظ. و در باران 33 ساله شدم. خیلی بامزه بود، خیلی خوش گذشت. تولدم مبارک.